داداش خانم عروس، دخترم از تو میپرسم، با پسرم سوش دهن آیله دار شدن میخواهی؟ البته طبیعی است که کمی شرم میداری. جانان، با پسرم سوش دهن آیله دار شدن را قبول میکنی یا نه؟ گفت پدر! پسرم! زود رفت به گل یاری ده. کیو رو پسرم یاری ده. پسرم یاری تجیلی رو فریاد کنه. با یاری تجیلی زمزینه. چون با یاری تجیلی زمزینه. سواش کیپران کیو پسرم سواش زود باشه. یاری ده. جانم دخترم خوب هستی؟ خوبم یک لحظه. او کجا شد؟ او را ندیده؟ گبزن در آنجاست میگریزم. یاری تجلی زودتر باشه. یاری تجلی پسرم کار را کی کرد؟ کدام بیشترف کرد؟ کی پران؟ ایاز؟ خدایا نخود وای کرده باشد. زودتر دوید او را پیدا کنید. در کجایی اپا؟ در کجایی؟ با یاری تجلی زنگ زنه. یاری دیه. پسرم نمیر. چشمانت را کجا پسرم؟ دکتر کجاست؟ در اینجا کسی دکتر هست؟ کلیچ یگان کار کن. یکی کسی که او را پرانده باشد یافته اینجا بیار. پیدا کن او را. پسرم مرد. کلیچ پسرم او را کشتن. نمورده. چشمانت را یاری تجلی. سواش پسرم چشمانت را کشو. شما 3 نفر با این طرف روید. زودتر باشه. یگید از پایان جستجو کن. زودتر رو. در سرش بالا پوشی سیاه دارد. فهمیدی؟ زود باش زود. ایاز گل رو یافته؟ او کجاست؟ نه ایاز در اونجا چی ها شده؟ چرا به ذمه من نگذاشت؟ چون که کاری کردن لازم نیست اکا. برای جانان توکل کردن لازم نیست. مرا فهمیدی اکا؟ او مرا دوست نمیدارد. اما دادار جان من اکا حالا موردی در این باره صحبت کردن نیست. بعدا باید پی گل رو یابیم. رفتیم. رفتیم. چی ها میگوید اکای خالد؟ خوبتر اندیشه کنید. بسیار مهم است.
کی این کار رو کرد؟ سواش دهان. خلیل، شکرانه میکنم که تو گپ میزنی. صدیقا. لبای خلیل جان، چرا با ما چنین کار کردن؟ از ما بر این کم بغل ها چی میخواهند؟ سواش ایفلوس، مردی به وجدان، تو از این بیچاره ها چی میخواستی؟ اپای صدیقه، من سواش دهان رو میشناسم، مدیر کل شرکتی که اکای خالد کار میکنن. زود به پلیس زنگ میزنم. دخترم، بیاز ایستو و زود زنگ نزن. قربانت شوم، زنگ نزن. چرا اپای صدیقه؟ مگر احوال اکای خالد رو نمیبینید؟ میخواهید که جنایتکاران به جزا مانند؟ بیاز، مگر من به پلیس زنگ زده نمیتوانم؟ مگر من نمیخواهم که آدمانی که خلیل را به این احوال گرفتار کردن به جزا مانند؟ نخواهم، لیکن نمیشود. از دستمان چیزی نمیآید. آخر دست و پای ما بسته شده است. اپای صدیقه، برای چی دست و پایمان بسته شده است؟ چی شد؟ اینجا بیا، بشین. بیاز، ببین، با دقت ببین. کوه بر این مرد چطور بستری شد. شاید دشوار باشد ولی گپ میزند، اما راه گشتنش نامعلوم است. اگر با پا خزد هم کار کردنش نامعلوم است. من بعد من تنهایم، کسی ندارم. در دست چیزی که داشته باشم همه‌اش تمام شد. برای خریدن همین 4 یا 5 دانه زیتون هم پول ندارم. میدانی که من به این پول ندادم، به دفتر قرض نویسته گرفتم. میفهمی؟ من حالا در فکر آن هستم که پگاه یا روزی دیگر نان یافته میتوانم یا نه. اما تو باشی کوشش میکنی که من از بالای مدیر کل شرکت به پلیس شکایت کنم. خودم تنها با آن آدمی بزرگ چطور مبارزه میبرم؟ من کجا و آنها کجا؟ جواب ده. نمورده است، حرکت میکنم. بردارید استرا یک طرف ایستا، استرا یک طرف ایستا. برخیز بیسترم، برخیز. بردارید رفتیم. طاقت کن بیسترم. زیاد باشه. اسرا جان، بیا رفتیم. شما با این طرف، شما باشد با اون طرف. برابر دستگیر کردنتون به نزد من بیاره که قماندان کلیچ او را زنده میخواهد. فهمیدید؟ حمد گل را باید از اونها بر وقتر پیدا کنیم. شیر باشه بیدار. باید در همین اطراف باشد. جستجو میکنیم.
фикр накун. бо ту баъд суҳбат мекунем. меравем аяз. کسی سیمویم دیده است؟ намедонам, аммо набояд ба хатар бимонем. ҳама ҷойро иҳота карданд ва пайдо мекунанд. аяз бояд зуд аз ин ҷо равем. دکتر 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 سواش دکتر دکتر نیست پسرم چقدر میشوی شفا میابی پسرم پسرم زندگی میکنی تو را نجات خواهم داد پسرم یگان کن زنده میمانی پسرم شما دکتر هستید دکتر پسرم را نجات میدی وعده ده مایلش چیزی که از دستم آید پسرم را نجات ده وعده ده سواش اسرت تو چی کار میکنی یک طرفیست نمیخواهم باز با تو مشغول شوم بشین خانم اسمک بشین نجات خواهد یافت پسری من زنده میماند او نباید بمیرد او دهن است نمیمیرد تمام محله را احاطه کنید. اطراف محله را احاطه کنید. چیزی حرکت میکند از اینجا نمیبراید. جاندار یا بجان یگان ماشین یگان چیز نمیبراید. فهمیدید؟ اما با دقت همه میرسانم که تمام کوچه و راه ها احاطه کرده شدند. همه با دقت باشند که جنایتکار در همین جاست. تکرارا میگویم که در همین جاست. همه جا را احاطه کردند. چه خیل میبرایم؟ رفتیم. زود باشید این طرف. زودتر. ظفر. یگان خبر هست؟ نیست. تو یافتی؟ نه اما گریختنش ناممکن است تو خاطر نشو که همه جا احاطه شده است و آن بیناموس را دستگیر خواهم کرد من کوچه بالا را دیدم. کسی نیست. شما اگر خواهید به این طرف روید. مایلش آن طرف را از نظر میگذارم رفتیم هوشیار باشید. رفتیم. دو اکا ما همین خیلی رویم؟ نه بهترش براست رویم. نه بهترش به چپ گردیم. تو راه میدونی ابله؟ نه خدایا توبه. راست رونید برادر. یکی آدم میپروند دیگر آدم رو میرباید. اینها خودشون کیستند؟ نه این طور نمی شود. نباید این طور شود. باید با پلیس رویم. پای صدیقه. ایاز جان آیا ما رو گوش میکنن دخترم؟ مگر ما با آنها مبارزه برده میتوانیم؟ قربانت شوم. التماس تو هم از این دست کشیده خودت رو تسکین ده. از دست ما یگان کار نمیآید. در این کشور حق و حقوق است. در نزد عدالت ما همه برابر هستیم. اگر این خیلی بشینیم نمی شود. باید حقمون رو بجوییم. فکر میکنی که من از جان خودم میترسم؟ بیاز آخر یوسف است. میترسم که به یوسفم ضرر میرسونند. بیاز نمی شود دخترم. رفته نمیتوانیم. اگر این خیلی باشد از آنها فرقی داریم. تنها با داشتن پول از ما بالا بر شمار میروند. امروز اکای خالد رو این طور کردند. پگاه شخص دیگر رو به چنین احوال گرفتار میکنند. آنگاه وجدانتان عذاب نمیدهد. میترسم بیاز. میترسم. آیا ترسیدن عیب است؟ البته عیب نیست. اگر ترسیدن باشد باید آنها بترسند. در این کشور آنها باشند پلیس هم هست و البته به ما یاری میدهند. تو حالا چی فکر داری؟ اگر رفته دردمون رو نکو کنیم ما رو گوش میکرده باشند؟ البته گوش میکنند. برای چی گوش نکنند؟ رویم تا که حقمون رو طلب کنیم. اپای صدیقه. خلیل تو چی میگویی؟ ما با پلیس رویم. حقیقت رو بگوییم.
پسرم پسرم جان جگرم خاطر نشو تو دهن هستی و صحت خواهی شد دهن ها نمیمیرن باید به اتاق جراحی بریم دکتر پسرم در چه احوال است زود نقل کن که زنده میماند زخمش خیلی چقور است باید جراحی کنیم دکتر به من خوب است و زندگی میکند بگو او دهن است و نمیمیرد خیر پسرم رو زنده کنن از دستم هر کاری باید میکنم اینطور باشد پسرم رو زنده کنن زنده باید کنی پسرم زنده میماند کسی او را از من گرفته نمیتواند آیاز پنهان شو شناسنامه‌تون را پیشنهاد کنید مرحمت جناب گذارید برخیز آیاز خیز میدانی که تو چیکار کردی گل؟ چه خیل خودت رو به آتش میپرتایی؟ چه خیل این رفتار را کردی؟ باید میکردم من برای آن که تو دیوانه هستی از بس که دیوانه هستی اجازت کردن همه چیز رو داری مگر در نزد همه خود را به آتش انداختن مقرری است؟ اکا در این باره بعد صحبت میکنید خوب؟ دکتر فشار بیمار پست و تا رفت خونش کم می شود گریخته چه خیل مانیا نشدید چه خیل با اون مانیا نشدید پسری مرا پران چه خیل مانیا نشدید گوش کنید آن شخص را پیدا کرده به نزد من بیارید زنده بیارید تا که دلش را کنده پاره کنم حالا باشد از نظرم دست شوید به نظر ناید ناعوده براها احوالش چی خیلی خونی پسرتون خیلی کم مونده است در اویلهتون یکم هم خون دارند گلید گرید اگر لازم باشد همه خونم را گرید آخر او پسری من است خوب شده است مرحمت آیاز چی شد گل؟ چی رو جستجو میکنی؟ سلاح هم نیست فرهاد افتاندم همه جا را دیده برآمدین به فکرم گریخته است چکل گریخته است احمقا با گریختنش راه ندهید اگر این طور باشد با من ایزی پایش رو بیارید ایزی انگوشت ایزی اسب ایزی سگ چیزی که باشد با من یافته بیارید زودتر یافته بیارید تو پلید البته ایزد رو گذاشته ای البته من دیوانه میشوم چی خیلی این خطا رو میکنی گل فرض کن که کردی آخر تو جاسوس هستی جاسوس و چی خیلی دست پوشک نپوشیدی برای چی به اهمیت هستی اگر آن سلاح به دست کلیج بیفتد کی بودنت عیان خواهد شد آیا این را میدانی فکر میکنی که من پروای این را دارم فرهاد من مردن را پیش چشم آورده این کارو کردم
یعنی خواستم که کلیچ را بکشم. خواستم تا که پیش از تو کلیچ را بکشم. اکا بس است. با او فشار نهار. او برای به تو مانع شدن این کار را کرد. به خاطر تو. او گناهی ندارد. کاری شده شد. حالا باشد باید فکر آینده رو کنیم. آن سلاح را باید پیش از کلیچ پیدا کنیم. وگرنه بسیار دیر می شود. پسرم را پراندم. پسر مرا سواش. پسرم روز تولدت را به مانند دیروز در یاد دارم. لیتنانت نو بودم و به عملیات فرستادند. آن وقت 7 نفر را کشتم. رحم نکرده کشتم. از آن عملیات تنها من زنده ماندم. خون دستم خشک نشده به سوی پسرم شتافتم. سواش پسر من نسل کلیچ است. پسری من با خون تولد شد و با خون عادت کرده است. با او چیزی نمی شود. با او چیزی نمی شود. نمی میرد. این را به من ده ناوکته برا. از اوده هیچ بر نمی براید. اکنون ببند. همون کرد. بگو به من. همون شخص کرد. ای از پسرم رو پراند. برای همون در آنجا بود. شاید تو هم از اول این همه رو میدونستی. نه، قسم میخورم که من از چیزی خبر نداشتم. من برای خاطر نجات یافتن حیات ایاز پسرم رو فدا کردم. میدونم که تو او رو دوست نمیداری، اما او رو با آتش پرتافتم. لیکن باید چیکار کرد؟ در روز خوشبختی خواست پسرم رو بکشم. همین فعل است. سببگار عذاب کشیدن پسرم باید است. نه نه، اون نبود. آخر من دیدم وقتی که سواش رو پراندم اون نشسته بود. شما رو میدونم میخواهید که کسی رو گناهگار کنید، اما این کاری ایاز نیست. اگر پسرم از جراحی زنده نبراید، بدون که جانان آن کاری کلیچ نکرده رو من با دستانی خودم میکنم. ایاز رو میکشم. خوش، شما را گوش میکنم. چی شکایت دارید؟ چیز ما میدونیم که این شاعتی جندن هولدینگ رو کی چپا کرده است. جندن هولدینگی مشهور رو میگوید؟ بله همون. خوش، کی بود است؟ سواش دهان. سواش دهان؟ شما کمی بنشینید، من زود با راهبرم صحبت کرده میآیم.
بیاز دخترم در آنجا چی گپ شد؟ نمیدونم اپای صدیقه. شما حالا روید، ما خود زنگ زده شما رو خبردار میکنیم. اما آخر حالا ما سخنمون رو به آخر نرسانده ایم. اکای خالد هم در درون آن انشاد بودن و خواهر گوش کنید، من به شما یک توصیه میدهم، از این دعوا دست کشید. میدونید که نام شخصی گفته‌تون رو هنگامی به دهان گرفتن میلرزید، اما شما شکایت میکنید. اپا جان و خواهر زیبایم، خود را به بلا گرفتار نکنید. این خیلی نمیشود. من تا شکایت نکنم از اینجا یک قدم هم دور نمیشوم. بیاز دخترم ایستو. چرا ما رو گوش نمیکنید و اهمیت هم نمیدهید؟ بیاز دخترم اهمیت ندید. بیمون و دستکش میرم. به یگانجا نمیرویم. ما پای صدیقه انتظار شدید. اینها را از اینجا برار. خواهرم به خوبی فهموندم، نفهمیدی؟ اکنون برام. کم بغلی بیچاره از گرسنگی نامیدوزد و سالها حبس میشود. اما شما در نزد سوش ده هم برای قاتل تعظیم میکنید. مگر عدالت شما همین است؟ همین است؟ بیاز دخترم رفتیم. دکتر زودتر، تیر را از بدنش بیرون آر، زودتر. ایستا، بمانده. این لازم است. دکتر، پسرم را نجات ده. کلیج پسرم خوب است. استرا، حالا صبر کن، گوش کن. معلوماتی بالیستیکی این تیر را تیار کنید. گوش کن، نه در یک هفته یا روز بلکه در یک ساعت نتیجهش را به من نشان دهید. این را گرفته زود را. گوش کن، همه کارشان را یک سو گذاشته به این کار مشغول شوند. خلیج، باید صحبت کنیم. حالا وقت صحبت نیست. مهم است. سخنی که حالا میگویم شاید نزد شخصی میبرد که سوش را پرانده است. دیروز شخصی مرا را بود، تا سحر در جنگل مرا به درخت بسته ماندند. هلدون، سفسطه نخوان و این همه بهانه است برای به توی نآمدن. 2 دقیقه مرا گوش کن. آدمت یگید مرا خلاص کرد. اگر وی نمی بود حالا جسدم را میافته. تو به کی لازم هستی؟ دیوانه‌وار گپ نزن. نمیدانم. چشمانم دائما محکم بود، اما در بین آنها زنی بود، دائم او گپ میزد. دیروز مرا را بودند، امروز باشد پسرت را پراندند. آخری این کار تاریکی است خلیج. به چنین کار کی جسارت میکند؟ کی میکند؟ هرگز نترس. کاری کن که گویا یگون چیز نشده باشد. مجبوریم در اینجا باشیم. آن بی‌ناموس را یافتم بگو. حالا نیافتیم جناب. ظفر، اقلاً تو چیزی خوب بگو، خبری خوش را بگو. متاسفانه گریخته است. گل را گرفته. به جای حادثه روید و تا یگان معلومات نیابید به اینجا نیایید. فهمیدید؟ خوب شده جناب. رفتیم. روید، زود باشید. من هم روم، شاید کمک کنم. نمیشه و تو ایست. به تو گپ دارم. هلدون کاری شده را نقل کرد و تو هم حقیقت را نقل کن. آیده را بردن جناب هلدون خبری آمد و من زود جستجو کردم. تمام شب جستجو کردم و نهایت در جنگل در حالت به درخت بسته شده پیدا کردم. به نزد شما برای خبر دادن آمدم، اما حادثه شده معلوم است. اگر این طور باشد حادثه با هلدون به وقوع آمده، به پسرم هم دخل دارد. تو چی فکر داری؟
اما حالا تو ایست. نام من کلیچ دهن است. کسی که از پشتم کارت زند آن کارت را آب کرده شمشیر می سازم. بعداً با آن شمشیر کسی که مرا از پشتم زده باشد جیگرش را می کنم. این کوچه را باشد یک به یک از نظر میگذرانیم. اکنون پنج شوید. زودتر زودتر. نرس. باریش با اینجا بیا. این را زود با مرکز ببرید که ایزی دستش رو پیدا کنند. زود از نظر گذرانند. خوب شده است کماندو. همه اتون جمع شوید. میروید. مویهایت هنگامی کودکیتم همین توصیه بود. نمیخواستی که ببوری. من هیچ گاه تو رو مجبور نکردم. دنیا بد بود و نخواستم که تو هم بد شوی. من تو رو همچون چشمانم نگاه داشته نخواستم که نیکی در دل داشتت افلاس شود. اما تو باشی خواستی که به مانندی پدرت باشی. برای با مانند شدن دلی خود را سیاه کردی. اجازت ندادی که به دلت رسم. برای پسرم گفته به آغوش گرفتن راضی نشدی. هر وقتی که من به نزد تو می اومدم تو باشی همیشه می گریختی. اوه پسرم، ببین که حالا در چه احوال هستی. بشین. سلامتی سواش چگونه است؟ با حجره آوردم. سحر را انتظار می شویم. وی هم به مانند توست. هیچگاه دست نمی کشد. به این هم دایما به مانند یکی گیتم می شوم می گوید. جوانی هوشیار، جسور، عهده‌ورا و پرقوت و دانا. دیدی مانندی ها خیلی به هم نزدیک شد. به نزدی تیری که برای پدرش برآمده بود راست ایستاد. جانش را دریغ نداشت. آخر او پسری کلیچ دهن است. ما مرحمت و وجدان نداریم. 40 تیر پرانند هم روح افتاده نمی شویم. و تو هم همین خیر هستی. میدانم. اگر باز با دست خالی آمده باشه ظفر. نه جناب، خبری خوش آوردم.
آن به ناموس هنگام گریختن سلاحش را افکنده است. برای معلوم کردن ایز به مرکز فرستادم. بسیار خوب. این خبری خوش است. او را که پیدا کردید نزد من بیاریدش تا جیگرش را کنم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم جناب. جناب ما به نزد سواش می رویم. میلش روید. با من نرس گل. مگر تو دیوانه شده؟ اگر ایزی انگشتانت آنیق شود کلیش تو را زنده میماند. کمی آرام شو. این خل نمی شود. تو چرا اینقدر راحت هستی؟ موجتیم هستیم فرهاد و در مقامات دولتی یگان قید در باره ما نیست. اینچنین در کمیته امنیت نیست ایزی انگشتان من نیست. خلاص پیدا کردن من ناممکن است. اگر کارگران جیتیم را نیز از نظر گذرانند چی می شود بعد؟ خواطر نشو. از نظر نمی گذرانند چون که رقمی ترتیبی سلاح نیست کرده شده است. هیچگاه نمی فهمند که کارمند جیتیم کرده است و من باور کن که هیچ چیز نمی شود. تا حال نمی فهمم که چی خیلی این کارا کرده. می ارزد گل؟ می ارزد برای خاطری یعنی برای خاطری شما می ارزد. فرهاد تو دادر و خواهر داری. مگر من همین خل هستم. من در این حیات کسی ندارم. تنها هستم. این خل نیست. آخر من هستم. تو کجا با من هستی؟ تا روزی مرگم با تویم. آکات هم تو را با من امانت گذاشته رفت. با او وعده دادم که هیچگاه تو را تنها نخواهم گذاشت. سلامت باش. تو وظیفه در عهده داشته را سالها اجرا کرده اومدی. محافظت کردی، صاحب شدی. اما حالا باشد چشمانت را کشوده ببین. فرهاد من به در نزد تو گل ترسانچک و ناهده برا نیست. به صاحب شدن کسی احتیاج ندارم. امانت هستی گل. امانت. زبانم نمیگردد اما تو دختری دیوانه هستی. این را بفهم. که نتیجه اش معلوم می شود؟ تا سحر کار کرده پگاه نتیجه اش را پیشنهاد خواهیم کرد. یک دقیقه ایستو. چی را دیده جناب؟ این سلاح شناس می نماید. با برآمدن معلومات بالیستیکی به مرکز برده با سلاح‌هایی در آنجا بوده مقایسه کن. از چی شبهه کرده جناب؟ یا اینکه سلاح را میشناسی؟ نمیدانم اما چنین حسیات هست. اسرا این را گرفته بخور. نمیخواهم با تو هم مشغول شوم. اسرا این را گرفته خور گفتم. بار دیگر گپم را گوش کن. عصبیم نکن. نتیجهش بد می شود. چه کار میکنی؟ سلاح را بمان اسرا. سببگار تو هستی. سببگاری همش تو هستی.
сабабгори чӣ? писарам бо марг мубориза мебарад. эсра, вай писари ман ҳам ҳаст. сабабгори ин танҳо ту ҳастӣ. вай ҷону ҷигари ман аст. ба ту бошӣ. солҳо аз ман дур нигоҳ доштӣ. ҳангоми дар наздат буданам ҳам ҳасрати диданашро доштам. киличдаҳан будааст. киличдаҳан ҳа? акнун писаратро наҷот деҳ. бо пулу молат наҷот деҳ. бо он пулу моле ки таъриф мекардӣ. зуд бо мансабат наҷот деҳ. эсра, ором шав. наҷот дода наметавонӣ. қувватат намерасад. аммо ҳаминро ҳаргиз фаромӯш накун, киличдаҳан. агар ба писарам ягон ҳодиса шавад, қасам мехӯрам ки як лаҳза ҳам наистода туро мекушам. фаҳмидӣ? мекушам. бигир шербача, танҳо ҳаминҳо будааст. чаро механдӣ? ҳамин тавр маҳбас ба ёдам омад. дар он ҷо ҳам оварда будӣ. ҳарду ҳамроҳ хӯрда будем. аммо он вақт намедонистам ки акам ҳастӣ. баъзан мегӯям ки кошки барвақттар бо ҳам вомехӯрдем. он гоҳ чӣ мешуд аҷабо? ин ҳасратамон ба монанди кӯҳ калон намешуд. шояд беазро низ пайдо мекардем. ҳамин тавр ҳаётамон беҳуда намегузашт ва ба ин корҳои ифлос олуда намешудем. ака ба фикри ман ту апаи гулро дӯст медорӣ. ту чиҳо мегӯӣ эбоча? ин хел нест. ту дар хурдиам ҳамин хел будӣ. вақте ки дурӯғ гӯӣ биниятро мекашидӣ. карда падарам туро фисин мегуфт. туро бошад даҳан калон мегуфтам. ана ҳамин хел мешини гап зада. ака дардатро бигуву ором шав. чунин чиз нест. маро асабӣ накун. гул ба ман амонати акаш аст. амонат набояд хиёнат кунам. ман бар ин одам бо муҳаббати ишқ чӣ кор дорад? барои ҳамин ин мавзӯъро маҳкам мекунем. фаҳмидӣ? мо бар ин одамон ба ишқу муҳаббат коре надорем аяз. бача, кай ту калон мешавӣ? ака чикор мекунӣ? уф, ака чикор мекунӣ? ака бас аст, ака бас. ака бас кун, охир ака. писарам, бегӯ ки падара дар ҳамин ҷост. ҷонон. ҷонон куҷост? вай ба хона рафт. шавҳараш дар ин ҷо дар бистари марг аст, аммо ин хонум барои дам гирифтан ба хона рафтааст. не, барои дам гирифтан нарафт. либоси арӯсӣ дошт, ифлос мешуд. барои иваз кардани либосаш рафт. ҷеғ занед биёяд. ҷеғ мезанам. ман бо егитро зуд меорем. рафта биёре. чӣ ҳол дорӣ ҷонон? мин бад медонам ки ҳеҷ гоҳ хуб шуда наметавонам.
такрор ба такрор як хел азоб мекашам, гӯё ки ҷазо бошад. ҳодисаҳои аз сар гузаронидаам кам буд ки боз аз нав ба сарам меояд. кошки аз дастам ягон кор меомад. мин баъд касе ба ман ёрӣ дода наметавонад. мехоҳам ки барвақт дар босаваш оиладор шуда аз ин азоб халос шавам. баъд чӣ мешавад? баъдан муҳим нест. барои он ки зинда намемонам. ҷонон, барои чӣ омадӣ? барои чӣ? дар ин ҷо чӣ кор дорӣ? боз чӣ кор кардан мехоҳӣ? ё омадӣ то ки кори нисфмондаатро ба охир расонӣ? оҳ аяз, ту чӣ ин қадар сангин шудӣ? این طرف بیا که همراه کمی صحبت کنیم. بار دیگر از این بیمارخانه و از نزد پسرم یک ثانیه هم دور نمیشوید. مادامی که این بازی است به قاعده های بازی رعایت کرده بازی میکنیم، اما به قاعده های من رعایت میکنیم. گپتان تمام؟ نه تمام نه. فکر نکن که پسرم را پروندم. این کار همین طور نمیماند. او با پا میخیزد برای آن که وی دهن است. همین که برخیست نکاحتان را در همین بیمارخانه به انجام میرسانیم. چیزی که خواستید کردم. باز از من چی رو انتظار هستید؟ دوست میداریم. میخواهم که پسرم را بسیار دوست داریم. به قاعده های بازی رعایت کن. مرا غمگین نکن. اکنون تمام شد. نتیجه ایزی انگشتان. دیدی خلیل جان دیدی که من گفته بودم حتی ما رو گوش نکرده از در راندن. صدیقه ما نکن. چی خیل نکنم؟ زمین از آن هاست. میخواهن میکورن، میخواهن میدربن و میخورن، اما گرسنگی نصیبی ماست. رحم کن. تو گریه نکن خلیل جان، گریه نکن. نمیخواهم که اشک چشمانت رو ریزانی. نمیخواهم اشک چشمانت رو ببینم. تقدیرمان همین بوده است. تو سلامت باش و کسی به ما لازم نیست. در این دنیا گناهکارها راحتی جان کنند، اما در دنیای دیگر جزا خواهند دید. خدا میداند همین به من کفایه است خلیل، کفایه. بس است اپای صدیقه، نباید تسلیم شویم. اگر دو کس کم باشیم تمامی محله را جمع کرده میرویم، اما تسلیم نمیشویم. تو هم از این کار دست کش بیاز جان. قوه ما به این آدم ها نمیرسد. دیدی که بغیر از ما رو غمگین کردن دیگر فایده ای نکرد. قربانت شوم، التماس دست کش.
جانان. سواش خوب هستی؟ خوبم. ترسیدی که به من یکون چیز می شود؟ من سواش دهن هستم و با یک تیر نمی میرم. نترس، به من یکون چیز نمی شود. فهمو خودت رو مونده نکن، گپ نزن. من رفته به مادرت خبر میدهم که بسیار خاطر شدند. خاله اسرا، سواش به خود آمد. خدایا هزاران بار شکر. انا همین خیل. سواش دهن را کی مغلوب میکرد؟ پسرم. فرهاد، اکنون چی می شود؟ اگر سواش مرا دیده باشد و گل کرد گوید چی می شود؟ نترس. اگر دیده باشد کلیج دهم باری آخر نام تو را می شنود. پسرم خوب هستی؟ جانم کجای درد میکن؟ خوبم مادر، خوبم. خوب است پسری من، خوب است. با او هیچ چیز نمی شود. شیر بچه. کلیج چیکار میکنی؟ پسرم نو از جراحی بر آمده است، سخت نرس. هیچ غم نیست، چیزی نمی شود. پسری کلیج دهن پسری من است. اکنون همش را نقل کن پسرم. این کار را کی کرد؟ سواش پسرم، شخص پرنده را دیدی؟ کی پراند؟ عذر میخواهم پدر، من تنها نوگی تپانچه را دیدم. آن شخص در قفای در بود، رویش ناعیان بود. از آنجا چه خیلی نوگی تپانچه را دیدی؟ نمیدانم، ناگهان دیدم. شما را به نشان گرفته بود و من برای حمایه شما به پیشتان برآمدم. آفرین پسرم، تو جانم را خریدی. فرزندی باش که به خونم لایق باشی، فهمیدی؟ ذره شبهه نکنید. تو برای چی گریه میکنی؟ مگر جنازه داریم؟ نمیبینی که پسرمان از نو تولد شده است؟ جناب، باید عاجلا صحبت کنیم. وقتی که به پا خستی، کسی که این کار را با تو کرده است پایت را میبوسد. زفر چه شد؟ زود گپ زن. جناب، ایزی انگشتی که از سیلها گرفتیم یگان نتیجه نداد. از این برمیآید که شخص پرنده در امنیت قید نشده است. میخواهی بگویی که شخص پسرم را پرنده غیب زده است؟ نخواد من این خیل بگویم جناب. از یک چند کس شبهه دارم، اما شما خواطر نشوید. آن شخص را پیدا میکنم. به من عاید شبهه گپ نزن زفر. کسی که این کار را کرده باشد یافته به نزد من بیار. باری دیگر اینجا دستی خالی نیا، فهمیدی؟ فهمیدم جناب. شما هم رفته آن شخص را پیدا کنید. اگر به زیر زمین در آمده باشد هم پیدا کرده بیارید. اطاعت جناب. تو چرا ایستاده ای؟ جناب، من در نزدیکیت به شما نگفتم. آرخچی شما را سراغ میکند. کاش که میگفتی که پسرش را پراندند و با شما مشغول شده نمیتواند زفر. جناب، موضوع عایدی شخصی پرانده بوده است.
ба худованд сад шукр мегӯям ки туро ба ман бахшид. агар бо ту ягон ҳодиса мешуд. тамом модар, тамом. воҳима накунед. ман хубам, чизе нашудааст. воҳима накунам. он тир на танҳо ба ту зад, ба ман ҳам зад. худо хоҳад ту ҳам ягон рӯз бо баробари фарзанддор шудан мефаҳмӣ. кош шахси парондаро медонистам. бо дастони худам мекуштам ва касе аз чанголам халос карда наметавонист. аммо ба худо месупорам. бигузор парвардигор ӯро саришта кунад. ба худо месупорам писарам. худо ҷазои ӯро диҳад. ба осонӣ халос хӯрдем. саваш маро дид гуфта тарсида будам. аз коре ки метарсидӣ даст намезадӣ хонум Гулу? ман аз ҷони худам наметарсам. ва агар саваш маро медид килич мемурд ва ту барвақт ҳабс мешудӣ. ту боварии комил дорӣ ки он силоҳ рақам надорад? боз ба ягон сюрпризи дигар шоҳид нашавем? боварии комил дорам, гуфтам ку. вақте ки аз анбор гирифтам рақами силсилааш набуд ва диққати маро ҷалб кард. аз кадом анбор? ту оиди чӣ гап мезанӣ Гул? аз анбори мо. яъне силоҳро аз анбори рақами 2 гирифтам. оҳ худоё, ту чӣ кор кардӣ Гул? чӣ кор кардӣ? чӣ шуд Фарҳод? ягон кори хато кардам? силоҳҳои он анбор ҳангоми амалиёти каранча истифода шудааст. силоҳҳои дар анбори дуюм буда шахсият надоранд, мефаҳмӣ? ин қадар сол мешавад ки дар ЖТМ кор мекунӣ. чӣ хел чунин хаторо мекунӣ? чӣ хел ин қадар беаҳамият ҳастӣ? агар он маълумот ба дасти килич дастрас шавад, мефаҳмад ки яке аз мо ин корро кардааст. худоё тавба. акнун чӣ кор мекунем? рафтем. бояд аз ҳама барвақттар маълумоти баллистикиро ба даст орем. рафтем. ака, чӣ гап аст? аяз, ту ба хона рав. мо барои исоҳ кардани хатои хонум Гул меравем. ака. уф. аяз. аяз ист. ба ту ист гуфтам. чӣ мегӯӣ ҷонон? чӣ? то ҳол ба ман гапе дошта бошӣ, бигӯ. гӯш мекунам. дар ҳамин ҷоям, дар рӯбарӯят. бигӯ. бале, бале, дар ин ҷо ҳастӣ. шахсе ки чашмонам мебинад ва аязе ки ҳам медонам ва ҳам мешиносам дар наздам аст. он одаме ки дилам дида буд куҷо шуд? ба ӯ чӣ кор кардӣ? ту чиҳо мегӯӣ? ба ту чӣ шуд аяз? кай дилатро ин қадар сиёҳ кардӣ? ҳоло ту аз килиш даҳан чӣ фарқ дорӣ? гап зан! ту чиҳо мегӯӣ ҷонон? чизеро намефаҳмам. чиҳо мегӯӣ? медонам ки савашро ту парондӣ. туро ҳангоми гурехтана дидам. он тире ки ба саваш расид. танҳо ба ӯ не, ба ин ҷо, ана ба ин ҷо низ расидааст. савашро накуштӣ, аммо боварие ки ман ба ту доштам куштӣ. ту ҳам ба монанди килиш даҳан ва падарам ба хотири аз даст надодани чизҳои соҳибшудаат чунон бад ҳастӣ ки ҳама корро мекунӣ, ба ҳар бадӣ даст мезанӣ. ҳайфи ту. ман туро нашинохтам. бале, маро ҳеҷ нашинохтаӣ? ҳеҷ. барои ҳамин ҳоло ҳар чӣ ки медонӣ ҳамонро бикун. ба қафоят баргарду рав. оне ки туро аз ҷонаш зиёдтар дӯст медорад тарк кун. наист ҷонон, вирав. агар ту маро дӯст медоштӣ... ҳаргиз. ҳаргиз ҷонон. ҳаргиз ишқи маро муҳокима накун. чунки ту дар бораи ишқ зарраи ҳам тасаввурот надорӣ. ман агар лозим шавад барои ту ҷонамро медодам. вале ту чӣ кор кардӣ ҷонон? барои ман чӣ кор кардӣ? бигӯ чӣ кор кардӣ? ҳеҷ коре накардӣ. барои ҳамин ҳоло дар рӯбарӯям истода ба ман дарси ишқ магӯ. ошиқ шудан чист? ман хуб медонам. ман барои ту ҷонамро фидо кардам. худамро ба оташ партофтам. сӯхта сӯхта хокистар мешавам, аммо хабар надорӣ.
این چیست؟ این چیست؟ دائما در کوه و دشت ما را برای واخوری دعوت میکنند. کاش که با اسب می آمدیم. نپرسید جناب. شما احتیاط باشید. حالا و نزدش میرم. مرا جیغ زدید؟ بله، از حادثه ها خبر داریم. خدا شفا دهد. چه خیلی که میدونم. برای کسل بینی به نزد بیمار میروم. در چنین حالت نباید جیغ زنم. وقتی که ما جیغ زدیم دستانت بند هم باشد می آیی. فراموش نکن که با امر ایرلی خان 7 قله کوه تو را نظارت می کند. مادامی که از 7 قله کوه مرا نظارت می کند، در توی پسرم را کی پرانده است باید بداند. متاسفانه کی پرانده است نمیدانیم. وقتی که نوشناس شده بودیم به من گفته بودی که ما نادیده را می بینیم، ناشنیده را می شنویم. 7 قله کوه عملیات اوغور چوکلیک را می دید. چه خیر می شود که نام شخص پرانده را نمی دانید و نمی بینید؟ کلیج دهن، ما کارهای خورد را تعقیب نمی کنیم. کارهای خورد به عهده آدمان خورد است. معلوم است که شخص پرانده با تو در گذشته چه معمایی داشته است. وگرنه شخص پرانده را می شناختیم. دشمن چقدر که خورد باشد تو هم همان قدر خورد هستی. این با تو درس است. ما تو را برای قله آماده میکنیم. برای همین باید کلان شوی و برای کلان شدنت به تو دشمنی کلان لازم است. چه خیر؟ میخواهی با شخصی که پسرت را پرانده شناس شوی. شما کی بودنی آن شخص را نمیدانستید؟ دشمنی خوردت را نمیدانم، اما دشمنی کلانت را بسیار خوب میدانم. یک دقیقه همه مرا گوش کنید التماس. نامم بیاز است. شهروند این کشور هستم و در اینجا زندگی میکنم. من خود را برای تعلیم نورسان بخشیدم. در اینجا چه گپ است؟ دختری که آن روز آمده بود. یعنی معلمه هستم. به مانند شما کارگری دولت میباشم که برای نفع دولت کار میکنم. در آوان کودکیم پدرم به من داستان پلیس قهرمان ترک را نقل میکردند. پدرم مردند، مادرم مردند، برادرانم مردند. کسی ندارم، اما ذره نترسیدم برای آنکه شما بودید. پلیس قهرمان ترک بود. شما مرا حمایت کردید، دستگیری کردید. برای همین در کجایی که پلیس ترک را دیده باشم او را برادرم دانستم. او را پدر و مادر، خیش و تبار دانستم. من خیش و تباری بای و منصبدار ندارم. من یک سرمایه و یک قوت دارم که آن شما هستید. در بین شما یگان پلیسی جسور وطن پرور نمانده است. یگان پلیس نیست که به من یاری دهد. پلیس قهرمانی ترک مگر آوازی مرا میشنوید؟ مشکلات ایجاد نکرده او رو به بیرون برارید. اطاعت. او را زود به بیرون برارید. به بیرون برارید. خانم بس است اکنون التماس. نه، شما اینقدر زود وعده در مراسمی ختم داده‌تان را فراموش کرده. به ناموس و شرفم قسم میخورم که قانونهای جمهوری ترکیه را به طرف و صادق مانده حمایت میکنم. مگر این را شما نگفته؟ قسمی خوردنتان را چه خیلی زود فراموش کرده. چه خیلی زود. مرا سر دهید. سردارم، اینجا چه گپ است؟ شخصی نزدیک دخترک زیری بینا مانده است. خیر،
با این موضوع باید مشغول میشده. جناب، آخر در یک طرف این موضوع پسری کلیج دهن است. مرا سردی هد بس است گفتم. برو دیگر به اینجا نیو. سرت رو به بالا گرفتار نکن. ترسانچک ها چی کار همه کردید؟ اگر شما حل نکنید من تنها خودم حل میکنم. دخترم یک لحظه بیا، من و تو کمی صحبت میکنیم. این کیست؟ قاتل پسرت. رویش را گشاید. نابکار، من به تو چی بدی کردم؟ آرام شو کلیج. با تو یگان رابطه ندارد، حتی تو را نمیشناسد. اورک چی؟ مرا مسخره میکنی؟ این بازی تئاتر است؟ این چی نغمه است؟ مادامی که نپرانده است چرا به نزد من آوردی؟ زخمی شدن پسرت به تو تأثیری بد رسانیده. سرت گرنگ و عقلت تیره شده است که دیر میفهمی. مرا گوش کن، چیزی که نقل کردنی باشه گپ زن، وگرنه طاقتم طاق شد. همه حادثه در توی به عمل آمده را گپ میکنن. ما باشیم یگان علاج میکنیم و تو را از آب خشک میبراریم. حالا باشد در نزد میدیه چنان دشمن را نشان میدی که مردم تو را قهرمان دانند. مثلا شخصی که اعضای گروهی باشد. چه خیر گروه؟ اعضای کدام گروه؟ بازا او رو دستگیر کردی؟ بله، کلیج دهن. بیا بیا سوار شو. از شناسایی بسیار ممنون شدم جناب قلیج. دستت را دراز کن. امرا کارهای بسیار مهم را اجرا میکنید. گپ را کوتاه کنیم. عذر میخوام فرهاد، عذر میخوام. تمام گروه، جای غمگین شدن نیست. تنها معلوماتی بالیستیکی به دست کلیج دسترس نشود کفایه است. دیگر یگان چیزی رو نمیخواهم. اگر بر وقت معلومات را گرفته باشند چی؟ آن وقت توگمچه رو پخش میکنیم. نیست کردن سر میشود. همه از آنها میترسند. کسی نمیخواهد که یاری دهد. اما من از این دعوایم دست نمیکشم. اگر لازم آید به نزد سروزیر هم میروم. تمامی روزنامه ها را خبردار میکنم و حق اکای خلید را هیچگاه پایمال نمیکنم. آه دخترم، کاش که همه چیز به مانند فکری کرده‌ات آسان می بود. از بس که بعض سیاستمداران، صاحبکاران، میدیا، حتی گروه تروریستی نیز در درون این بازی هستند، این چنین ناراحت نمی شوند. با گرفتن نام قلیج دهن تمام درها به تو بسته می شود. چه خیلی که در قرارگاهی پلیس شد همان خیلی. گوش کنید، شما را نیز میفهمم و معلوم است که از شما چیزی دشوار را خواهش میکنم. اگر اکای خلید را میشناختید برای مبارزه بردن ارزنده بودنش را میفهمیدید. از گلویش یک لقمه حرام نگذشته است. اما حالا بیستری شدن نه گپ میزند و نه راه گشته میتواند. مگر نتیجه شهروندی با ناموس و پرشرف بودن همین است؟ حق استی دخترم، حق استی. در قفای این کار کسی که نباشد از این کار دست نمیکشم. به تو وعده میدیم که قلیج دهن و پسرش را جزا خواهم داد. من خودم پرونده هر دو را نظارت میکنم. اگر ایرلیت خان این منظره را بیند با شما میفکرد. عصبی نشو کلیج.
این برای هر دویتان شرطنامه عادلانه است. کوتاه کنیم. موضوع معلوم است. این دوستی را برای خاطر دوام دادن جنگ خونین درون ترکیه برپا میکنیم. جنگ باید دوام یابد که ما قوامون را از دست ندیم. خلق باید افسران را تاج سر داند. قوه را و غیر از آنها در دیگر کس نبیند. باید ترسند. این چونین ما چه خیلی که خواهیم همون خیلی رفتار کنیم. همین خیلی کسی را که خواهیم دشمن کنیم، کسی را که خواهیم نیست کنیم. نه تنها شما جناب قلیچ، ما هم هستیم. بازا حق است و به او دائما کمک میکنیم. اگر بازا نباشد جنگ گفتنی گپ هم نیست. اگر جنگ نباشد قوه ارتش هم نیست. و اگر تو از ارتش قوه گیری. فهمیدم من هم نیست میشم. باید چیکار کنم؟ جناب قلیچ، در ارتش دشمن ها داری. این چونین از آنها کار را شروع میکنیم. برای نیست کردن مانعه های در پیش بوده دستگیری تو مهم است. از قفایتان نیز نماند. این بسیار مهم است. و مانند مافیا میشوی. هم پولها را به دست میاری و هم قهرمان خلق شده کارت را دوام میدی. در بین ما بوده ها چی میشه؟ آن صلحجوها آنها چی میشه؟ آنها را با دیگر راه حل میکنه. ارتجاع به مانند سوراخی بزرگ است که چنان آدمان را به درونش فرو میبرد که به حیرت میافتی. خاطر نشو، این را من خود حل میکنم. همین طور تو قهرمانی خلق میشوی و خلق دائما در بری قهرمانش میشود. روکنون رفته به خلقت قهرمانیت را نشان ده. طریق خونی پسرت چنان سیاست کن که چشمی همه پرده پور شود. این دوستی دور و دراز بر این می نماید. بازا شرط و شرایطش معلوم نباشد هم؟ شرط و شرایط معلوم است جناب قلیچ. یکچان شهید می شود، از کوه هم جنازه می براید. همین طور داد و گرفت عملی می شود. جناب قلیچ، اگر به روزنامه صاحب شوی بسیار خوب می شود. جنابان چی شد؟ روزنامه این روزه را بخوان، می فهمی. هرگز جانم، هرگز عشق مرا محاکمه نکن، چون که تو درباره عشق ذره هم تصورات نداری. من اگر لازم شود برای تو جانم را میدادم، ولی تو چیکار کردی جانم؟ برای من چیکار کردی؟ بگو چیکار کردی؟ بسیار میخواستم که به نزدت بیایم، اما ناممکن است. برای آن که به پا خسته نمیتوانم. به نزدم بیا جانان. پر غضب میشوم که هنگامی به وصل تو رسیدن مرا پراندند. اما از یک طرف خرسند شدم که مرا پراندند. کاری خوبی شد. اگر برای من خواطر شدنت را نمیدیدم، در سرم دائما شبهه میماند. فکر میکردم که با من مجبوری عائله دار شده ای. اما من بعد باور میکنم که مرا دوست میداری. التماس غمگین نشو. برای تو مهم بودنم را دانم. هزارها تیر زنن هم اهمیت ندارد. میخواهم که شخصی مرا پرانده را پیدا کرده تشکر گویم. نفهمیده ما را به هم دیگر نزدیک کرد. من باید به بیرون برایم. تو چی کار کردی ایاز؟ چی کار کردی؟ ذره فکری مرا نکردی.
من از درون این کار چی خیل میبرایم. خدایا به من یاری ده. تو خود به من صبر ده. خسته نباشید. مرحمت. با امر کلیج دهن آمدیم. معلومات بالیستیکی تیار است؟ البته تیار است. انا حاضر. تمام معلومات ها در حجت هستند. در مدتی کوتاه چنین حجت را تیار کردن موفقیت است. این را به رفیقانی که از شما پیشتر آمده بودند گفتم. این را به جناب کلیج دسترس نمایید. رفیقانی که از ما پیشتر آمدند برای چی به اینجا آمدند؟ برای معلومات بالستیکی. این چیست؟ این دیگر نسخه حجت است. رفیقانتان مقایسه می‌کردند. نمایندگان نشست مطبوعاتی آمدند. دقت! جناب قلیج، آیدی آن حادثه جناب کلیج، آیدی پراندنی پسرتان چی میگوید؟ رفیقان همه با جایهای خود گذارید. براحت بشینید. امروز من می توانستم که در نزد شما همچون پدری که پسرش با تیر خاین گرفتار شده است برآمد کنم. در نزد شهروندانمان گریه کرده حسیاتشان را سوء استعمال کرده می توانستم. اما من امروز اولا همچون افسر و نه تنها پدری پسری سوش دهن که تیر خورده است بلکه پدری هزارها شهید شده برآمدم. اولا همه بدانند که من کلیج دهن برای این کشور سرم را گذاشتم. از شرق تا جنوب و غرب جنگ کردم تا آخران چکره خونم جنگیدم. اگر آن خائن ها فکر کنند که از یک تیر میترسم خطا میکنند. کلیج دهن از راهش نمیگردد، میمیرد اما بر نمیگردد. از اینجا به آن خائن ها خبر میدهم این را هرگز فراموش نکنند. برای این وطن تیر خوردم و تیر پراندم. جانی که خدا داده است به غیر او کسی آن جان را نخواهد گرفت. سه چار احمق باشد هیچگاه نمیتواند. اگر یگان روز تیر دلم را سوراخ کند و خونم بریزد، آن وقت با کلمه شهادت به این خاک شریف میافتم. من، پسرم و عائله‌ام برای همه چیز آماده ایم. کلیج دهن برای این کشور نه یک فرزند بلکه 1000 فرزند میگهد. سلا از آن ژیتین بودنش را بر وقت فهمیدند. میدانی که این حجت تنها یک پرتو است، با یگان چیز فایده ندارد. معلومات بر وقت با کلیج دسترس شده است. با غیر از کشتن کلیج دیگر چاره ندارم. نه، سفسطه نخون. باز راهی دیگر دارد. با ژیتم رفته ایزی انگشتم را نیز کرده میتوانیم. شاید معلومات به دست کلیج نآمده باشد. باز یک شانس دیگر داریم. تو خودت تا امید تمام نشود یگان چیز به آخر نمیرسد نمیگفتی. تو چیزی که خواهی بگو، اما من به این باور میکنم. تا حال امید است میگویی؟ تا آدمی که زنده هستی دائما امید هست. خیر، من به ژیتم رفتم معلوماتی بالیستیکی رو نیست میکنم. تو به بیمارخانه رو. شاید معلومات با کلیج دسترس نشده باشد. برای یگان کار کردن کوشش کن. اگر دیر مونی به خانه رفته پنهان شو. خوب شده است. پناهت به خدا. تو هم این چنین.
برآمدتون خوب بود. پگاه در روزنامه‌ها موضوع روزمره شما میشوید. ها درست است. بر روزنامه نگاری خودمان هم گپمان را میگذرانیم. الو ماهر، میفرمایید جناب. به آن وظیفه برای چی آمدی؟ تو را کی به آن وظیفه ماند؟ نمیدانی؟ مگر تو آن مقاله ها را نخوانده پخش میکنی؟ این نویسنده ها را سرزنش نمیکنی؟ نفهمیدم جناب. چی را نفهمیدی؟ نفهمیده است جناب. چی به همتون علایده زنگ زده یک به یک فهمانم؟ گوش کن، صادق شینسوی در مقاله‌اش چی نوشته است؟ گفته است که کلیج دهن نمایش میکند. من نگفتم که این شخص رانه. چرا تا حال در آنجا فعالیت میکند؟ فهمیدم جناب. منظور چیز میکنم. چه خیلی چیز میکنی؟ نمیشود. مقاله پخش شده است. اینقدر کارم زیاد است. باز خبر را نظارت میکنانی. ببخشید جناب. دیگر تکرار نمیشود جناب. زود حل میکنم. خیر سلامت باشید. ظفر، معلوماتی بالیستیکی ما چی شد؟ باید تیار شده باشد. دسترس می شود. دسترس شود. کسی که پرانده باشد جیگرش را با دستان خودم میکنم. آیاز اپا چی گپ است؟ کسی به من چیزی نمیگوید؟ کلیچ آمد. حاضر آمد. ناممکن است. اپا از برای خدا به من چیزی گویی. چی گپ است نمیفهمم. آخر اکرم در کجاست؟ ای سواش پسرم، میدونی که چقدر خرسند شدم. اما وقتی که تو رو پراندند من اون طریق سخت ترسیدم و غمگین شدم. از یک طرف من گریه کردم، از طرف دیگر طریق گریه کرد. از یک طرف من گریه کردم، از طرف دیگر طریق گریه کرد. بله، یک مادرم گریه کرد، یک من. یک مادرم گریه کرد، یک من. از گریه چشمانم قریب که کور میشد. سواش سواش بین با دستان خودم برای تو سرما کردم. بگیر بخور پسرم، با تو شفا شود. ده شیر بچه‌ام غذا را دوست می‌دارم. بخور. کلی چیکار میکنی؟ آخر دکتر گفت که یگان چیز نخوره. کدام دکتر اسرا؟ به این هم پسرم گرسنه شده است. پسرم طریق تو چیکار میکنی؟ نه خود آدم آورده خودش را خورد. چیکار کنم مادر؟ طاقت کرده نتوانستم. خانمی پیک از اون نرنجید. آخر به پدرش ماننده است. مردی که نادیده باشد فرزندش هم نادیده می شود. همین خیلی نیست؟ مردی که قهرمان باشد پسرش هم قهرمان می شود. یک تای دیگر گیر پسرم. شاید بیشتر از همین آدم معلومات رو گرفته باشد. نامش نجات است. یعنی بسیار دیر کردیم آیاز. اگر اکاد معلومات رو نیست کرده نتواند محو میشویم. ایستو، من هم میویم. نه، تو به خانه رو پنهان شو. کمی به گپی اکم گوش ده اپا. خیر
متاسفانه خبرها بد است. شبهه کرده امر دادم که با سلاح‌های انبار یک مقایسه کنم. این چی گفتنی گپ ظفر؟ یعنی پسرم را یکی از آدمان من پرونده است. همین خیل می نماید. آن سلاح به من شناس نمود و به این باوری داشتم. به من خائنی کردن. این شخص را پیدا کرده، خار و زار کرده، نکشم مرا کلیک دهن نگویند. یا خدا، قوتم ده. تو در اینجا چیکار میکنی؟ به خانه رو نگفتم. دادرگه اکاش رو گوش میکند. اکا، عذر میخواهم. میدونی که من برای تو همه کار رو میکنم، ولی زینهار نگو که مرا تنها گذار. بعد این قدر سال به زور تو را یافتم. به من نگو که مرا تنها گذار. تو کی کلان شدی؟ کی کلان شدی؟ مثل ما بیکسان زود کلان میشوند اکا. تو به صاحب نیستی. من هستم. آکات هست. مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ فهمیدم. شیر بچه، اکنون مرا ناراحت نکن. رو. اکا، نمیروم. هرچی گویی هم نمیروم. در کودکیت هم همین خیلی یک رو بودی. مایلش، تو در ماشین انتظار شو. اگر یکون چیز شود به من خبر میدی. اکا، فهمیدی؟ اکا، فهمیدی؟ اکا، ایاز رو گفتم. مایلش. اکا، احتیاط شو. جناب. پستر، پسرم خواب است. عذر میخواهم جناب. میخواهم بگویم که امر داده‌تان را عملی کردم. در حجره همه شما را انتظار است. فهمیدم. این طبق که باشد شکار خائن سر می شود. میروید پدر. کسی که این کار را با تو کرده باشد جزا داده می آید. کی بودنش رو فهمیدید؟ یعنی شخصیتش رو معلوم کردید؟ آخر خواطر شدم. برای زنها مراغ ظاهر کردن خوب نیست که. میخواهم بدانم که کی توی مرا برباد داد پدر. پسرم، خواطر نشو. کسی که کرده باشد به زیر پایت میآرد. رفیقان، همه سلاحش را دهد. جناب قلیچ شما را در حجرش انتظار است. هی، به کجا می روی؟ من نوبت گذار. به کجا؟ به حجره می روم. کمی پس می آیم. تمام حجره ها محکم است. خیلی که میدانی امروز کار قطع شده است. گوش کن. تو کی بودنت رو فراموش کردی؟ میکشم تو را. پدرتان باشد هم نشناسید گفت. همه را در درون جمع میکند. نغمه نکرده به قطار داخل شد. سلاحت را ده. در کیسه چی است؟
خالید است. گذر. زودتر باشه که زودتر. آیاز دادرم شربچه این رو ببین. این چیست؟ اکا؟ از دری قفا درو. آشیانه دویم حجره 108. آنجا را آتش زن. به خدا امانت بمان دادرم. همه آماده باشند. در بین ما خائن است. کمی پس عیان خواهد شد. تو دار اینجا چیکار میکنی؟ به خونه رو نگفتم. همیشه باشیم و برابر باشیم. اگر سوختنی باشیم همراه سوزیم. نباید تنها بمیری. ای دختر تو مگر دیوانه هستی؟ آها دیوانه هستی؟ زود باش. والا میفهمم که او کیه. آیاز در داخل بینو است.
حجت‌ها را می‌سوزاند. زودتر 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 کشاده شو زود باش زودتر زودتر زود باش توانستم با دقت گوش کنید. شکار خائن سر شد.